یک کسی از صحابه وصیت کرد پیغمبر یا رسول الله وقتی من مردم این انبار خرما را بدن به فقرا. بنده خدا مرد، پیغمبر آمد در انبار خرما وایسید گفت یالا بدین به فقرا. دادن، یک دونه خرما تو دست با خاکی شده بود. پیغمبر یک دونه خرما رو برداشت، فرمود به خدا قسم اگه این بنده خدا این یه دونه خرما را در زمان حیات خودش با دست خودش میداد بهتر از این انبار خرمایی بود که ما بعد از مرگش دادیم. اصلا میخوان با دست خودت کاری بکنی، کاری که بعد برات میکنن اگه بکنن او فیضو نداره، با اینکه نمیکنن. مگه بچه ها تو نمیشناسی؟ وقتی مردی اختیار ثروت دست بچه‌ت افتید این به دادت میرسه. بیچاره او آدمیه که به امید بچه‌هاش بشینه آقا چراغه رو کبریت بزن فتیلش رو روشن کن، روشن نمی کنن این چراغ عملو، تو تاریکی ها گیر میکنی.